وضو بگی و کو نبوشوی، وضو بگی و کو نبوشوی. این نمیگه خدا خم کو بالا کو، خم کو بالا کو. بیادر ما شما رفته نیستیم، ما شما جواب داده نیستیم. با کی جواب داده نیستیم؟ خدا ما را خلق کرد، خودش خلق کرد. ما خود نگفته بودیم که خدا ما را خلق کو که حالا ما منت دارش باشیم. با خلق کردی خدایا، خودت میخواستی، یک دلیل داشتی دیگه که خلق کردی. بسیار خوب خلق کردی، پس جان ما را تو میگیری. بسیار خوب، هر روز که دلت شد بگی. چرا نماز نخواندی؟ چرا نماز بخوانم؟ به چی دلیل؟ خب شخصا ما میتونم بگویم که ما سپاسگزار هستم که در این دنیا آمدیم. خدایا سپاسگزار هستم. این نمازه. خدا خم کو بالا کو، در این هوای یخنی نباشو، باز بخیده و جنم، باز یک کتابه که کلش جز جهل در این کتاب چیز نیست. اینی رو بگی والا این نفر مرده بیایی که ختم قرآن کنیم. چرا در مورد از این نفر گپ نمیزنی که این نفر کی بود؟ چی کرد؟ در زندگی خود چی کارا کرد؟ چرا ما این نفر ازش خوش باشیم؟ چرا برش دعای خیر کنیم؟ کل زندگی ما سرازی است که باز میریم که خدا از ما سوال میکنه. خودش خلق کرده، خودش گفته گندم نخور، خودش ما را غول آفریده گندم خوردیم، خودش ما را از اوج کشیده، خودش شیطان کت ما را ای کرده. خب کل لودگی از خدا. اگر کل کارا را خدا کرده، چرا ما باید جوابگوی باشم؟ که یک دفعه ما چشم در چشم خدا بخوره. ما یک سوال دارم که سوالای خدا یادش بره. ما چی کردیم که خدا مرا سوال کنه؟ خب اگر کدام غولگری کردیم، خود تو مرا خلق کردی غول. اگر گندم خوردم، خود تو مرا متلوده خلق کردی.